پیامی که داریم می‌نویسیم اونه که خیلی مهمه. اون رسانه‌ای که داریم باهاش محتوا رو منتشر میکنیم در اولویت دوم ما باید قرار داشته باشه. اگر من یه ویدیویی میسازم که داخلش دارم از محصولم چیزی رو تعریف میکنم، در این حال که صادقانه است، در این حال که ویژگی‌هاشو دارم بیان میکنم، باید به این قضیه توجه داشته باشم آیا دارم مشاوره و کمک میکنم به مخاطبم برای اینکه محصول خوبی رو بخره؟ آیا محصولم خودم قبولش دارم، از کیفیتش، از شرایطش مطمئن هستم که حالا دارم ویدیوشو میسازم و منتشر میکنم؟ اگر این اصول توش رعایت شده باشه، ما از طریق هر رسانه‌ای که استفاده بکنیم، میخواد شبکه اجتماعی باشه، میخواد وبسایت باشه، از هر یا حتی پیام رسانه‌های داخلی که همونطور خدمتتون عرض کردم، یکی از روش‌هایی که ما دست و کار ازش غافلن عموما وقتی که صحبت میکنیم با هم دیگه، اینا کمک میکنه که ما بتونیم مشتری هم نگه داشته بهتری داشته باشیم، هم جذب